خب درود میفرستم به یاران و همراهان. اینجا سیلیکون باستانه. همونجور که میبینید رفتیم سراغ یک قطعه باستانی که از سال 2014 میاد و نسل پردازنده های هزول رو این پلتفرم ساپورت میکرده روی چیپست Z97 و Z87. علاقمندان حوزه فناوری و تکنولوژی دقیقاً به یاد دارن که اون دوران زمانی که شرکت اینتل پردازنده نسل جدید خودش رو با این کد معرفی کرد روی چیپست Z97 و پردازنده کورای 7 4790K در واقع روی این چیپست لانچ شد. اون دوران رکوردهای زیادی رو جابجا کرد. خب یه سیستم اینجا ما داریم که دقیقا همون پلتفرم هستش. امروز میخوایم این سیستم رو احیا کنیم. سیستمی که سال هاست خاموش بوده فقط به خاطر اینکه سیستم روی مدارش افتی حاصل نشه به صورت 6 ماهه بار روشن شده تا جریان روی خازن ها برقرار بشه، جریان الکترونیکی. و این رو همی داریم. ما میخواییم روی به صورت ضربدری عملیات خمیر حرارتی یا همون خمیر سیلیکون رو اجرا کنیم. بسیار خوب. ما به صورت ضربدری عملیات رو انجام دادیم. در صورت فشار حاصل شده روی پردازنده به تمام قسمت های صفحه پردازنده پخش بشه و بنشینه.